سلام خدمت دوستان عزیز، امیرحسین بابازاده هستم از کانال سریلرن. تو این جلسه قصد دارم به شما نحوه کار با نرم افزار نویکت رو یاد بدم. خیلی نرم افزار ساده‌ایه و البته خیلی پرکاربرد و مفید نرم افزارش. تو جلسه قبلی من به شما نحوه نصب و کار با نرم افزار لاراگون که جایگزین زمپ یا ومپ و یا ممپ هستش رو توضیح دادم که خیلی برنامه خوبیه. این برنامه لمپ و کاربردیه. این جلسه میخوام نویکت رو توضیح بدم. نویکت چیه؟ نویکت میاد دیتابیس های مای اسکیل و حالا بقیه دیتابیس ها یعنی مونگو دی این چیزها شما رو میاد به صورت گرافیکاری یعنی گرافیکاری جی آی دار نشون میده و یه مزیت خیلی خوبی داره. ریلیشن های اینا رو یعنی تیبل های و هم ریلیشن داشته باشن رو به صورت گرافیکی خیلی خوب و قابل تمایز از همدیگه نشون میده. حالا من جلوتر اینو توضیح میدم به شما. برای نصب نویکت شما دو تا روش داره. اول اینو بگم نویکت پولیه برنامهش، یا شما باید اینو نسخه از ترایلش استفاده کنید، یعنی 14 روز به شما مهلت میده بعدش نسخه پولیش فعال میشه، یا اینکه از سایت ایرانی کرک شدهش بگیرید. خب مثلا میرم سایت صاف 98، بعد اینجا تاپ میکنم نویکت، یکم بزرگترم میکنم، اینجا نوشتنشو ببینید، نویکت پریمیوم کلیک کنید. خوبی نویکت اینه که هم برای ویندوز هم برای مک موجوده و هم لینوکس. شکلش هم این شکلیه. پشتیبانی از گفتم مای اسکیل، پوسکت اسکیول و اوراکل. ظاهرا مونگو دی بی رو ساپورت نمیکنه، من اشتباه گفتم. نه، نو اسکیول رو ساپورت نمیکنه. خب بس نوع ورژنی که دارید ویندوزتونه 64 بیت یا 32 بیت، مک هستی یا لینوکس هر چیزی هستید دانلود کنید و نصبش کنید. یه فکر نکنم چیز سختی باشه. بعد اینکه نصبش کردید برنامه نویکت رو باز کنید. من اینو از قبل باز کردم این پایین و همونطور که میبینید لاراگون و دیتابیس هم بهش وصل کردم از قبل، ولی خب اینجا دوباره مراحلی که چطور نصبش کنید و وصل کنید به دیتابیستون رو توضیح میدم. این نکته رو بگم قبل از اینکه شما بخواید دیتابیس نویکت رو به دیتابیس وصل کنید باید از هر برنامه که استفاده میکنید، حالا یا ممپ، زمپ و یا ومپ و یا مثل اینجا من دارم از لاراگون استفاده میکنم، اون برنامه رو استارت کرده باشید سرویساشو. الان بالفرض نگاه کنید من اینجا سرویس ها همه آفه، لاراگون هم هیچ سرویسی ران نداره. باید استارت رو بزنم که آپاچی و مای اسکیول من ران بشه. در واقع اینجا هدف این مای اسکیول هست چون نویکت به دیتابیس وصل میشه و چیزای دیگه مهم نیستش. بعد اینکه اینو زدم میام اینجا تو قسمت کانکشن میزنم، میگه دیتابیس چیه، مونگو دی بی رو ساپورت میکنه. ما این وسط آخرش نفهمیدیم کدوم ساپورت میکنه یا نمیکنه، ولی خب اینجا بالاخره مونگو دی بی ساپورت میکنه. AWS آمازون، حتی گوگل کلود، اوراکل، ایژور، مایکروسافت دیگه ماشاءالله بشه. حالا هر چیزی که شما استفاده میکنید این ساپورت میکنه. مای اسکیول رو میزنم، یه میگه کانکشن نیم بده، اسمش رو هر چی میخواید میتونید بذارید، مثلا بزنید مای دیتابیس یا مای دی بی. اسم هاستتون که خب از ومپ یا زمپ اینا استفاده میکنید به صورت دیفالت لوکال هاست. پورتی هم که به صورت دیفالت هستی 3306 برای مای اسکیول. مگه اینکه شما پورت رو بیاید عوض کنید مثلا 3308 بذارید یا 33 هر چیز دیگه ای. البته اینو بگم اگر از ومپ استفاده میکنید پورتی که ومپ برای مای اسکیول استفاده میکنید 3308 هست نه 3306، ولی لمپ 3306 استفاده میکنید. یوزرنیم یا پسورد هم اینجا وارد میگه بکنید. یوزرنیم خب لمپ من روت، پسورد هم نداره. این نکته هم بگم اگر از ممپ استفاده میکنید پسورد ممپ روت هستش. ولی خب اینجا من نمیزنم وقتی اینکه لمپ من پسوردی نداره. قبل از اینکه اوکی رو بزنید یه تست کانکشن بزنید، میگه من با موفقیت وصل شدم به دیتابیس. بعد اوکی رو بزنید و اینجا اسمش میاد. چون من این از قبل وصل کردم دیگه روش نمیزنم. این لاراگون رو باز میکنم، تمام دیتابیس های موجود اینجا هست. شما خیلی راحت میتونید با این نرم افزار دیتابیس خودتون کنترل کنید. بالفرض میتونید روش لاست کلیک کنید، این دیتابیس رو باز کنید، ادیت دیتابیس کنید، دیتابیس رو دیلیت کنید و دیگه نیازی وارد پی اچ مای ادمینتون بشین و اینجور کارا رو انجام بدید.
من یه دیتابیس تست از قبل ایجاد کردم، داخلش یه سری دیتابیس ها هستش مثل پاسورد که برای پکیج پاسورد برای لاراول و اینجور چیزا. ولی هدف از این اینه که به شما رابط گرافیکی رو نشون بدم. رو تست دوبار بزنم همونطور که میبینید رابط های گرافیکی من اینجا داره نشون میده. ببخشید یکم بزرگترش کنم، یکم بیایم عقب، یکم کوچیک شد، الان فکر کنم بهتر. خب به صورت دیفالت این پایین نگاه کنید موس من کجاست، 3 تا گزینه هستش. به صورت دیفالت اولین بار که شما میرید روی این گزینه لیسته، شما برید روی این گزینه ER دیاگرام، روی این گزینه بزنید. بعد اینجا تمام تیبل هایی که شما باید دیتابیس ایجاد کردید به صورت گرافیکی نشون میده. حالا گفته بودم ریلیشن ها به شما نشون میده. اینجا ریلیشن ها چیکار میکنه؟ الان دقت کرده باشید بین اینا هیچ خطی نیستش، ولی اینجا نگاه کنید اینجا خط داره به این دوتا تیبل ها، یعنی میگه این نایی که خطی هن این دیتابیس با هم ریلیشن دارن، یعنی مدل از پرمیشن به این وصله، بعد اینم به این وصله، بعد این به این باز وصله و به همین صورت. البته اینی که میگه مربوط به یک اکسس کنترل لیست یا همون ACL تو دیتابیس من هست و سطح دسترسی ها رو بررسی میکنه. بخاطر این خب مثلا اسمشون هم نگاه کنید میگه مدل ها که رول دارن، رولز از پرمیشنه، از اسمشون هم کاملا مشخصه که اینو باید به هم ربط داشته باشه و اینجا هم به هم نشون میده. ولی خب اینجا دیلیشنی نداره و حتما بهتون توصیه میکنم نصبش کنید. اینجوری ساختار ذهن خودتون برای اینکه بدونید دارید چی کار میکنید خیلی راحت تر، خصوصا وقتی پروژهتون خیلی بزرگ میشه و مقدار این و یا تعداد این دیتابیس در واقع خیلی زیاد میشه و این نفسه خودش می ریلیشن ها رو با هم وصل میکنه. اگر یه موقع یه سری تیبل ایجاد کردید حالا از طریق کدهای بک اندتون، این رفرش اینجا رو بزنید خودش میاد اونا رو سینک میکنه. برای دیتابیس هم یه موقع اگر دیتابیس جدید ساخته این قسمت رو لاراگون راست کلیک کنید رفرش رو بزنید دیتابیس جدیدتون میاد. همین خیلی برنامه مفید و کاربردی، حتما توصیه میکنم نصبش کنید. نکته دیگه ای نمیمونه. شما رو تا جلسه بعدیش به خداوند بزرگ میسپارم و همچنین لطفاً کانال ما رو در تلگرام و یوتیوب به دوستاتون معرفی کنید و اگر در یوتیوب سابسکرایب نکردید ما رو سابسکرایب کنید و در تلگرام هم لطفاً به چنل ما وارد بشید و جوین کنید. خیلی ممنون. شما رو به خداوند بزرگ متعال میسپارم مجددا تا آموزش بعدی. خدا یار و نگهدار.